لحظه آفرینش اول آدم خلق شد و سپس حوا در طول تکریم نیازهای آدم خلق شد. ولی فقط همون یک بار بود. از اون پس هر انسانی که متولد شد اولین بویی که استشمام کرد بوی خوش یک زن بود. اولین لبخندی که دید لبخند ملیح یک زن بود. اولین طعامی که میل کرد شیره وجود یک زن بود. زنها لایق نوازش نیستن، اشتباه نکن. زنها لایق ستایشن، چرا که حیاتمون رو با دردی که اونها متحمل شدن آغاز کردیم. آهای فرشته های زمینی، عشق براتون. But now it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a game we do.